روز بخیر بیننده عزیز، امیدوارم که صحت و سلامت هستید. برنامه نوید بامدادی است که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیو دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. مولا رجب یوسفی هستم تا 10 دقیقه دیگر در خدمت شما. امروز 7 ایول است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: مهاجری که با درخواست قرقیزستان در روسیه در بازداشت بود آزاد شد. گزارش از مراسم دفن مادر افضلشاه شادیف، حافظ شناخته تاجیک. شروع میکنیم از یک خبر فوری. طبق اطلاع دریافته که چند لحظه قبل دسترسی ما شد، سربازان افغان که در پی مناقشه با طالبان به تاجیکستان عقب نشینی کرده بودند دوباره به وطنشان فرستاده شدند. حالا معلوم نیست که آنها را از کدام طریق به افغانستان گذراندند، ولی دیروز برخی از این سربازان در صحبت به رادیوی آزادی گفته بودند آنها را به فرودگاه کولوب آوردند. در واقع دیروز 120 نظامی افغان را به فرودگاه کابل آورده بودند در پی درگیری ها با گروه طالبان و تصرف ولسوالی ها در مرز افغانستان با تاجیکستان. صدها سرباز دولتی افغانستان به تاجیکستان عقب نشینی کردند. آنها را حالا به افغانستان گذراندند و معلوم نیست که دوباره به جنگ ضد طالبان فرستاده می شوند یا نه. جزئیات بیشتر این خبر را همکاران ما پیگیری دارند و به زودی در سامانه رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.org خبر نشر می شود. فرقت عبدالفتاح ساکن جماعت واروخ شهر اسفره تاجیکستان که با درخواست قرقیزستان بازداشت شده بود، از بازداشتگاه موقتی باشقردستان در روسیه آزاد شده است. مقامات قرقیز او را در بی‌ترتیبی در مرز گمانبر می‌دانستند و از مقامات روسیه خواستند که او را به قرقیزستان استرداد کنند. اسلام نعمتوف برادرزاده عبدالفتاح روز 6 ایول به رادیوی آزادی گفت او را با شرط بیرون نشدن از محل زیستش رها کردند، ولی روز 2 آگوست سال روان دادگاه در مورد استرداد شدن و یا نشدن او به قرقیزستان تصمیم میگیرد. مقامات روسیه عبدالفتاح را که قرقیزستان در کافتوکاب بین المللی قرار داده است، روز 1 فوریه سال 2021 دستگیر کرد. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بینظمی های عموی و اوباشی عیب اعلان کرده. دادگاه ولایت بادکن 27 آگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. به ادعای مقامات قرقیز، عبدالفتاح گویا با ماشین سنگریزه آورده راه اقصای واروخ را بسته به بی‌ترتیبی راه داده است. خود فرقت عبدالفتاح و نزدیکانش هر دو اتهام را نمیپذیرند و میگویند او در یگان نزاع سرحدی شرکت نکرده است. مقامات رسمی تاجیکستان هم میگویند عبدالفتاح در ماجراهای مرزی شرکت نداشت و روسیه باید او را آزاد کند. عبدالفتاح در یک تماس کوتاه تلفنی به سؤال رادیوی آزادی که به چه خاطر مقامات روسیه او را از بازداشتگاه رها کردند جزئیات زیاد نداد و تنها گفت مقامات تاجیکستان برای رهایی او زیاد تلاش ورزیدند و او از آنها سپاسگزار است. با وجود رهایی هنوز معلوم نیست که دادگاه روسیه در مرافعه نوبتی نسبت او چه تصمیم میگیرد. بجز از عبدالفتاح با درخواست قرقیزستان باز یک شهروند دیگر تاجیکستان در روسیه بازداشت شده است. تاجیکستان هم برخی از شهروندان کشور همسایه را که در برانگیختن نزاع‌های مرزی عیبدار می‌داند زیر پایگرد قرار داده است. از جمله با طالب تاجیکستان یک ساکن دهه کوکتاش در روسیه دستگیر شده است. با 27 خانواده ففتیدگان قرقیزستان در نزاع مرزی با تاجیکستان در حجم 1 میلیون سوم یا نزدیک $118,000 جبران پرداختند. اویبک جونوش علیف، معاون اول رئیس دیوان وزیران قرقیزستان، روز 6 ایول خبر داد که 67 خانواده دیگر که منزل‌هایشان در آن نزاع زیان دیده بودند از 50,000 تا 1 میلیون سومی جبران دریافت کردند. برای پوشاندن این خرج از بودجه دولتی قرقیزستان 51 میلیون سوم جدا شده است. دیوان وزیران قرقیزستان حجم ضرری رسیده از نزاع مرزی رسیده را 1.3 میلیارد سوم بها گذاشته بود. روزهای 29 اپریل سال روان در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نزاع سر زده، در نتیجه آن از هر دو جانب ده‌ها منزل زیست به کام آتش فرو رفتند. ماهبانو رحمانووا مادر افضلشاه شادی صبح 6 ایول از عالم درگذشت. جنازه مادر آبادخان شناخته ساعت 14 در دهه غوسر جماعت لایق شیرعلی شهر پنجکن خوانده شد. به گفته پیوندانش مادر افضلشاه شادی بیماری جدی نداشت و صبح 6 ایول تقریبا ساعت‌های 7 در سن 82 سالگی از عالم چشم پوشید. همکارم فرزان محمدی در مراسم جنازه شرکت داشت و این گزارش را آماده کرد. مجیبی بسیار زنی طلایی بودن، زنی که در سرشان قرآن بود، زنی که
دانشی بلند انسانی داشتن. زنی که ما تربیت کردن تو دینش با فریب کرده بچه هم میشناس خدمت داد برازی شب امروز خیلی نصیب بود است که ما مادر جانم کسل میکنیم. پس از ظهر روز 6 ایول در دهه غسر جماعت لایق شرری شهر پنجکند مراسم ویدای مهبانو رحمانووا مادر هنرمند مردمی تاجیکستان افضل شاه شادیف با اشتراک صدها نفر از هواداران آوازخوان و پیوندان دایر گردید. مهبانو رحمانووا 82 سال عمر دیده و نزدیک 50 سال همچون آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک در دبستان این منطقه هممرز با ازبکستان به نورسان درس گفته است. مادری که امروز ما با آن کس خیرافروش میکنیم قسم زیادی آن نفرانی که در این جماعت هستند تربیت کرده هستند. فوت مادر هنرمند سرشناس به زمان اتفاق افتاد که وزارت تندرستی تاجیکستان از خروج دیگرباره بیماری همگیر خبر می‌دهد و در پی آن سر و صدای مرگ و میر گرفتار شدگان در بین مردم زیاد است. ولی به گفته پیوندان و نزدیکان این خانواده مهبانو رحمانووا روزهای آخر زندگانیش بیماری جدی نداشت و از هیچ چیز رنج نمی‌کشید. خرون توی کردیم دو تا توی رفته گذراندن دوشنبه بعد. توی یک خواهرم دخترش شوهر بداد. انا یک پسر خالم پسرش خانه دور کرد. با این توی با که رفته سخن کردن. ناز بدن. همین 3 روز مدتش برم خیلی یک از مهبانو رحمانووا 5 فرزند و حدود 60 نبیره و ابیره باقی ماند. افضل شاه شادیف 59 ساله فرزند میانه او از شناخته ترین آوازخوان‌های کشور است که بیشترین ترانه‌هایش بر پایه اشعار لایق شرلی است. ترانه‌های او درباره سمرقند و بخارا در تاجیکستان و ازبکستان هواداران زیاد دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند. تو دیگر به پیش بازم دمی در نمی برایی و دیگر به شیوهی خود بر من نمی سرایی. در ازبکستان با پوشیدن حجاب یا لباس مذهبی در جایهای جمعیتی اجازه دادن. این کار پس از آن امکان پذیر شد که شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان روز 5 ایول طرح نوی قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی را امضا کرد. قانون پیشینه که در زمان رهبری اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان قبول شده بود با بر کردن لباس مذهبی را به استثنای خادمان دین در جایهای جمعیتی منع میکرد. برای ویران کردن این بند قانون شهروندان را جریمه می‌بستند یا مدت به حبس می‌انداختند. در شکل نوی قانون منع پوشیدن لباس‌های دینی در مکان‌های جمعیتی اختصار شده است، اما گفته می‌شود طلبات به لباس کارمندان دولتی بر اساس نظامنامه داخلی هر نهاد تنظیم کرده می‌شود. در شکل نوی قانون که شوکت میرزیویف امضا کرده است، همچنان سبکی‌های دیگر از جمله در تأسیس اتحادیه دینی از جمله مسجدها جاری کرده شد. کشورهای پساژوروی همواره برای نقض آزادی‌های دینی تنقید می‌شوند. ازبکستان و تاجیکستان نیز در این قطار هستند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 ایول را فرا می‌گیرد. 7 ایول سال 2016 فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بسته شد. این تشکل از آخرین مؤسسه‌های مربوط به جمهوری اسلامی ایران بود که کارش در تاجیکستان در پی بسردی و تنش‌گراییدن روابط سیاسی دوشنبه و تهران قطع شد. 7 ایول سال 2014 مقامات تاجیک در یک مراجعه بی‌سابقه از جوانانی که در خارج می‌جنگند دعوت کردند که بدون یگان ترس تعقیب به تاجیکستان برگردند. این زمانی بود که خبرها از پیوستن برخی افراد به گروه ممنوع دولت اسلامی در سوریه و عراق می رسید. مطبوعات و مخالفان بعد این چندین بار از اجرا نشدن وعده مقامات انتقاد کردند. 7 ایول سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان از ترک مکتب کردن 50,000 خواننده اظهار نگرانی کرد. این نهاد گفت که فقر و ناداری یک دلیل اصلی از مکتب کنار ماندن اطفال بوده، شمار دختران در میان آنها بیشتر بوده است. 2 سال بعدش قانون مسئولیت پدر و مادر قبول شد که والدان را برای از مکتب دور ماندن کودکان جزا می‌دهد.
بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 7 ایول چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود تقدیم از رادیوی آزادی. همکاران ما دوام 24 ساعت تلاش میکنند آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما رسانند. سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب در خدمت شماست. تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.